ترکیه برامون مشتری بفرستید. امروز برای چی اومدیم سالن ما؟ برای علم سازی اومدم. دوست داری که موهات لخت و شلاقی بشه؟ دوست داری که از حمومیه فقط با یه باد سشوار خشکش کنی؟ دوست داری که موها شاین داشته باشه؟ دوست داری که در کنار اینکه لخت و شلاقی و صاف میشه موها درمانم بشه؟ یه مقدار حالت خشکی داره و اون که موهات من مخوله میبینم. اصلا جان چطور بود کاره؟ ترکیه اومدم که به خانواده‌ام سر بزنم. بعد دیدم موهای دخترخاله‌ام ویدیوهای قبلی می‌سازن. ویدیوهای دخترخاله‌ام دیدم و دیدم خیلی شاین موهاش خوشگله. کجا این کار انجام میده؟ هیچ جا ندیدم. اومدم من دانستم سریع انجام کردم. حالا چطور اون چیزی که می‌خواستی شد؟ عالیه. دقیقاً همونم. این شاین سالم از همه مهم‌تر. من ترکیه برامون مشتری بفرستید. مبارکتون باشه.